یک برادر میگه که پدرم خمر بیار میگه، یکی من نمیخوام که این چیزی خبیث قبلن، یکی اینجوری پدرم هم یعنی که غم وای کردن نمیخوام، غم دادن من به چی خیمم چه کنم. یعنی خمر پیش از همه دونسته شود که خمر حرام. الله سبحانه و تعالی میگوید که انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه. یعنی اینها خمر، این چیزها چه از عمل شیطان افلاسی، از این دور شوید گفت الله سبحانه و تعالی. و رسول الله صلی الله علیه و سلم گفت که خمر گفت چه ام الخبائث، گفت خمر عرق چه گفت یعنی مادری بود تمام گناه ها. یعنی همیننده رسول صلی الله علیه و سلم قصه بیارد که بنی اسرائیل انشتگی یعنی همین هم مردی که چیکار کرد، یعنی مردی که مجبور کردن که گفتن که سه چیز کن، گفتن یا فرزندت کش، یا مادرت زنا کن، یا گفتن که یا عرق نوش، یا مادرت زنا کن، یا مادرت کش. این گفت که از همه پسترین گناه عرق نوشی، گفته عرق نوشید و مست شد، عقل از دست داد، مادرش زنا کرد و سونه باز که خودش اومدن ترس چی خیلی این ایسیانه میبردارن، گفته از شرم داشته چی مادرش کشت دیگه. تمام سری گناه ها چی شده، یعنی همین عرق. این عرق یعنی ام خبائث. هم رسول صلی الله علیه و سلم عرق نوشنده شه، سوزنده شه، فروشنده شه، آورنده شه، همیشه لعنت کرده علیه الصلاة و السلام خمرنده. همه اینا ملعون، همین آوردگی هم، خریدگی هم، فروختگی هم. برای همین در این مسئله عرق هیچ وقت مثلا چه باید که مثلا همکاری نکرده شود. باید که مثلا باید که پدرش نصیحت کرد، باید که این کارت بس کن.